در آستانه جشن مسلمانان قربان روز دوشنبه در شهر قراچی پاکستان با کمک کرن باربردار گاوهای در بام بینا پرورش شده را به زمین فراوردند. در شهر بندری قراچی کم آدمان از دیدن صحنه‌ای که بقعه نیمتانه‌ای در فضای کوچه تنگ فرود می آید حیران نمی شوند. هر سال پیش از عید قربان جشن اسلامی به جا آوردن قربانی چاروایی که در بام بینای 4 آشیانه پرورش یافته است به زمین می فرارند. مسلمانان یکی از کوچه های سر اهالی ناحیه شهر ناظم آباد امکانی در نزد خانه و کوچه های پر از آدم نگاه داشتن چاروای برای قربانی آماده شده را ندارند، اما صیاد اعجاز احمد حل این مسئله را یافته است. طول این سالها محمد حنیف راننده کرم به احمد در پایان فراوردن چاروا کمک میکند. امسال او 5 بقعه و 1 گاو را از راه هوایی به پایان فراورد. وقتی من بار اول اینجا آمدم اندکی ترسیدم. خوفم از آن بود که چاروا به بالای آدمان و یا خطهای سیمی برق می افتد، اما این خوفم تنها بار اول بود. اکنون با گذشت 15-16 سال من در این کار تجربه کلان دارم. عید قربان با انجام مراسم حج در مکه راست می آید و یکی از مراسم های مهم در تقویم مسلمانان به شمار می رود. در جشن مسلمانان گاو، گوسفند یا شتر قربانی می کنند. گوشت را میان پیوندان، دوستان تقسیم می کنند و یک قسمی را هم به فقیران می دهند. در پاکستان جشن عید قربان 12 آگوست تجلیل می شود.